سلام اساس چطورید؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم با ویدیو خفن دیگه. امروز اومدیم با چجوری ست شیطان رو بگیریم و کلی زوایدش رو جمع بنفش رو خلاصه اینجوری. اول از همه شما فیلترشین رو روشن میکنید و وارد فری فایر میشید و میزنید روی این سایتی که این چیز است. آرش 13 روز اول 12 روز میزنیم روش. یکم دیر میاد، یکم منتظر میمونیم. بعضی وقتا نمیاد، یه بار میزنیم روش و دوباره میریم خودش. وقتی که نیومد دو سه بار همین امتحان میکنیم تا بیاد. الان بیشتر اومد و داره میاد. کم دیر میاد. چرا؟ چون سایت خودش همین جوریه. و به به داداش هم شیطانه قدیمی و اینا هم شیطان جدید است که میگن خیلی خفنه و قرار به زودی دانشجو این گیدنسیه. کلی جوایز داره. اگه هنوز رو نشده اینجا 50 تا بنفش میگیریم. چون تو اینجا هم میشه با این توکنا جیم زد این چیزا رو ببریم بالا. الان نکنید رفت یکم بالاتر هم میشه از جیم بنفش بزن. وقتی که بزنید جیم بنفش جیممون بیشتر میشه. اون جیم بنفش اون اینجا معمولیتاش هم خیلی آسونه. فقط باید برید سولرا پلی برید. همه سولرا چه کلاشش چه چیزش چه کلاش چه وتلیس فرقی نداره. من تو کنار تنها معمولیتاش همین معمولیتی نداره. هم بزنه روی این چون نمیاد یا لایز زد شرمنده اول اومد بزنه این که گرفتیم. این چی فاز که بود؟ کجا رفتی؟ خیلی بایه تو کی داری حد میدی؟ تو جنا وارد بازی شده. جنا رو بشناسی کم لایز زد هنگر من دلیلش نمیدونم دیگه. میگیریمش و خیلی آسونه. براتون مپ سولارا رو اینجا خیلی آسونه و این مپ سولارا اینجا یه چیز دیگه اینو دانلود میکنید و میرید بازی میکنید. اینجا همینطور اینجا هم سولارا داره. حتی اونجا هم سولارا داره. هم معمولیش سولارا داره یعنی بدون رنگش. همین کلاش اسکواد معمولی اون هم سولارا داره. هم میتونید رنگ بدید اونجا معمولیت‌ها رو انجام بدید و میگیرید. ایشون میدارم از این ویدیو لذت برده باشید. تو ویدیو قبلی من بهتون یاد داده بودم که معمولیتاش چیه. تو اون بخشم جم بنفشم میده. من تو ویدیو اینم بگیریم بچه بگیریم بکن نیارزه این ستو بگیریم چون پیرانه خیلی قدیمیه. ولی بخاطر شما عجب پیرانه من یه ستی هم باش بگم چون پیرانه توی استور بوداری خیلی قبل خفن بود. یه ستی باش بزنی شرمنده یه کن هیچی نداره. اکان تصدیق خودم فروختم و دیگه روی مثل رو اکان رو موافقید که براتون از گیم هم بذارم؟ هم خبری هم سیمز هم همین دیگه. یک کفش این براش بزنیم کفش بزرگ فکر کنم بهش بیاد. باش از سریعا خیلی خوب نیست. مثلا تو دست خودم فروختم دیگه مجبور بکنم تا اینکه اینم یک گادش کنیم دیگه. بسیارش خیلی متشکرم که فیلمم دیدید. امیدوارم لایک حساب فراموشتون نشه و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.